صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ از روی اثر پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تهیه می گردد. تاریخ را برای آن می آموزیم که از سرگذشت پر افتخار و عبرت آموز نیاگان آگاه شویم، سبق گیریم و این دانش ها را در ترتیب دادن نقشه معینی رشد امروز و فردای دولت و ملت کاربست نماییم. ادامه صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ. پایان کتاب یکم. تاجیکان در راه آزادی و حفظ سرزمین اجدادی خود بسا جانثاری و فداکاری ها کرده، خوشبختانه در زمان سامانیان دولتی فراخ دامن بنیاد کردند و زبان و فرهنگ سنتی خود را احیا نمودند. زبان قدیمه تاجیکان از نو مقام خود را پیدا کرده در دوران آل سامان خمیرمایه آفریده های بزرگ علمی و ادبی گردید. واقعا دوره احیای مدنیت، فرهنگ، رشد علم و ادبیات و شکوه و اقتدار دولت تاجیکان به عهد سامانیان خصوصا شاه اسماعیل سامانی مربوط است. این دوران را می توان مرحله درخشان و پر افتخار تمدن ملی و اوج کمالات دولتداری، تشکل شخصیت های برومند نامید. نیروی عقل و ذکاوت و سازندگی و ایجادکاری محض در همین دوران به اوج اعلا رسید. بهترین فرزندان خردمند و صاحب هنر ملت در دربار سامانیان گرد آمدند و با شاهکاری های خود پایدیوار طلایی علم و فرهنگ را گذاشتند. امروز نه تنها خلق تاجیک بلکه کل تاجیک زبانان عالم و گرویدگان این مدنیت و فرهنگ با نام استاد رودکی، شیخ الرئیس ابن سینا، فردوسی، وزیر خردمند بلعمی و دهها بزرگان دیگر که در زمینه مکتب آنها ظهور نمودند افتخار میکنند. فرزندان عاقل و خردپیشه ملت محض در همین ایام با آفرینش‌های معنوی خود سرچشمه ساختند که عصرها باز آب زلال آن نسل به نسل انسانیت را شاداب می‌سازد. سهم فرزندان دانشمند ملت ما در رونق تمدن عالم نیز نظررس است. در کتاب علم و ادب دنیا نام‌های آدم و شعرا استاد رودکی، حکیم فردوسی، شیخ سعدی، خواجه حافظ، جلال الدین بلخی، ناصر خسرو و دیگران با خط طلایی جاویدانه ثبت شدند. علم‌های ستاره شناسی، هندسه، کیمیا، طبیعت شناسی، فلسفه و الهیات و کشفیات‌های بی‌نظیر طب را به شاهکاری‌های ابن سینا، عمر خیام، البیرونی، الخوارزمی، امام اعظم، امام ترمذی، زکریای رازی، فارابی و غیره تصور نمی کنند. نام‌های این نابغه‌های علم و ادب عصرها باز در ردیف بزرگترین شخصیت‌های جهان جلوه می کنند. خلق تاجیک محض از همین دوران شکوه و شهرت دولتداریش شعار جستن دوست و برادر را در گوش خود حلقه ساخت و تمام عمر پیروی فرموده استاد رودکی گردید. هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان. بله، این پند از تجربه تاریخی مردم تاجیک صورت گرفته است و هرچند که در طول تاریخ با بیرحمترین دشمنان دچار آمد، تحقیر و غارت، رذالت و خرابکاری را دید، تاجیک این شعار خود را دیگر نکرد. معرفت و تربیه ذاتی خلق قدیمه ما چنین است. همیشه به انسان با چشم نیک می نگرد و از او خصلت‌های حمیده انسانی را می جوید و در این راه خیر گاه کامیاب گاه ناکام نیز بوده است. گاه اجنبیان خانه و ده و زمین او را بالکل غصب کردند و تاجیک آواره و سرسان در کوه و بیابان گشت، اما در همه حالت شرف و ناموس ملی خود را از دست نداد. صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ ادامه دارد.